سلام رفقا، امروز اومدیم ببینم این بچه ژاپنی ما میتونه 1 دقیقه کاتافا تحمل کنه یا نه. میریم برای تستش. خب بریم برای 1 دقیقه کاتاف. 3 2 1. آقا میترسم سوپاپ بزنه، ولش کن. آقا بسشه که زیادی زدی. آقا میخوام کامل بزنم، اگه سوپاپم زد فدای سرتون، دلم نشست. بس بعد اون قضیه اومدم گریشو بکشم ببینم روغن موتور در چه وضعیتیه، عوضش بکنم نکنم. دیدم که هیچ جور باز نمیشه، خیلی سفتش کرده بوده. باید 2 سو تقه زدن باز نشه. چجوری اینو باز کنم الان؟ اگه نظری دارید کامنت کنید.